توی یکی از ویدیوهای چنلمون در مورد کعبه زرتشت گذاشتیم. کعبه زرتشت خیلی بازخورد خوبی داشت و خیلی سوالات مختلف پرسیده شد. اما من این ساختار کعبه زرتشت یه جای دیگه دیده بودم. وقتی داشتم توی پاسارگاد بین کاخهای مختلف داریوش قدم می‌زدم، نظر منو یک نوشته جلب کرد: برج سنگی 14 متری که 7 متر قاعده‌اش بودش. این برج سنگی رو رها کرده بودن، نیمه ساخته رها شده بود و معلوم نبودش برای چیه و من برام سوال بودش که این به چه کاری میاد. وقتی که رسیدم به نقش رستم و داشتم نقش رستم رو میدیدم، از مقبره های مختلف دیدم میکنم. روبروی مقبره شاپور دوم یک مکعب سنگی که معروف به کعبه زرتشت. هنوز مشخص نیستش که این کعبه زرتشت کاربرد اصلیش چی بوده. آتشگاه بوده، مثل کعبه پرستشگاه بوده، یا اینکه اسناد رو داخلش نگهداری میکردن و بعضی ها میگن اجساد قبل از اینکه به مقبره های اصلیشون انتقال بدن اینجا نگهداری میکردن به سنت زرتشتیان. اما چیزی که برای من خیلی مهم بود ساختار این مکعب بود که دقیقاً تطابق داشتش با اون برج سنگی و همیشه گفتش اون برج سنگی هم یک کعبه زرتشت خیلی بزرگ بوده. ممنونم که منو حمایت